به نام خداوند مهربان. سوال اول: 3 صحیح 1 بر 2 را به دور را به درجه گراد و رادیان دریابید. دوستا از ما یک سوال داده 3 جزء خواستن. یکشم درجه است، یکشم گراد است و دیگهشم رادیان است. خب اولین کاری که میکنیم عدد صحیح را از بین میبریم. 1 3 2 3 6 6 جمع 1 7 بر 2 میشه. 7 بر 2 دور میشه. در نتیجه 7 بر 2 ضرب 1 دور. در نتیجه 7 بر 2 را خودش میگیریم. در جای 1 دور 360 درجه میتونیم دوستا وضع کنیم. 1 دور ما مساوی به 360 درجه است. خب اختصار میکنیم 1 2 2 1 2 2 8 16 صفر خودش چند میشه؟ 7 ضرب 180 درجه میشه. 7 ضرب 180 میکنیم. هر چقدر که شد جوابش است دوستان. خب 7 بر 2 را خودش میگیریم. 7 بر 2 ضرب 1 دور. خب دوستا گراد چی بود؟ گراد 1 دور مکمل ما چند گراد بود؟ 400 گراد بود. درست است؟ 400 گراد بود. 7 بر 2 را خودش میگیریم. در جای 1 دور 400 گراد وضع میکنیم. در درس قبلی گفته بودم براتون 1 دور مساوی به 360 درجه است. اگر حساب گراد باشه 400 گراد میشه. این اختصار میکنیم دوستا. میشه 7 ضرب 1 2 2 4 200 میشه دوستان. 400 تقسیم 2 200 میشه. یعنی ضرب میزنیم. 1 7 2 7 14 1400 گراد میشه. اینا دوستا هم به درجه تبدیل کردیم هم به گراد تبدیل کردیم. خب رادیان ما مونده دوستا. رادیان رو تبدیل میکنیم. این را ما پاک کنم. هفت بر 2 شده بود دوستا. 3 است دور شده بود. خب به درجه هم تبدیل کردیم، به گراد هم تبدیل کردیم. میریم بالای رادیان. 7 بر 2 ضرب 1 دور. در نتیجه 7 بر 2 ضرب 1 دوری ما چند میشه؟ 2 پای میشه دوستا. 1 دوری ما مساوی به 2 پای میشه. قیمتش میندازیم تبدیل میکنیم. 2 به 2 میره 7 پای رادیان جوابش است. این دوستا هم به رادیان تبدیل کردیم، هم به گراد، هم به درجه. خب انشالله که این سوال فهمیده باشین. میریم بالای سوال بعدی. خب میریم بالای سوال بعدی دوستا. گفته 580 درجه چند دور میشه؟ خب 360 درجه 1 دور میشه دوستا. قبلا براتون گفته بودم 360 درجه مساوی به 1 دور است. 580 درجه چند دور میشه؟ x میگیریم به خاطر که نامعلوم است. x مستقیم میگیریم در مقابل x که هرچی که بود در مخرج میآید 360 580 ضرب 1 دوستا 1 دور. این دوستا را اختصار میکنیم هرچی که برآمد. یعنی 0 به 0 میره. 1 2 2 8 و 16 2 2 4 9 2 18 چند شد دوستا؟ 29 بر 18 دور میشه. خب سوال بعدی. میریم بالای سوال بعدی. سی و 6 دقیقه چند درجه میشه؟ خب دوستایی را دقیقه را به درجه تبدیل میکنیم. 36 ضرب 1 چی است دوستا؟ 1 دقیقه است. درست است؟ 36 ضرب در جای 1 دقیقه قیمت درجه رو وضع میکنیم. 1 دقیقه چند درجه میشه؟ 1 بر 60 درجه میشه. یعنی دوستان 36 در صورت میآید، 60 در مخرج میآید.
اگر ضرب تقسیم بکنیم چند میشه دوستا؟ 0.6 درجه میشه. این قیمت. خب سوال بعدی. خب میریم سوال بعدی. گفته 49 درجه 36 دقیقه و 80 ثانیه را به درجه تبدیل کنید. دوستا از ما چی را خواسته؟ فقط درجه را خواسته. ایره چی میکنیم دوستا؟ اولین که کاری میکنیم دوستا ایره به از 60 ثانیه زیاد است باید به چی تبدیل کنیم؟ دقیقه. 59 درجه را 49 درجه را خودش اینجا میشه 37 دقیقه، به خاطر که اینجا چی شد؟ اینی ثانیه به دقیقه تبدیل شد. 6 ثانیه ما 1 دقیقه میشه. 36 دقیقه بود 37 دقیقه شد. چند میمونه؟ 20 ثانیه. خب حالا چی میکنیم؟ حالا میریم بالای سوال. 49 درجه خودش درجه است، تبدیل میکنیم. دقیقه را به چی تبدیل میکنیم؟ به درجه. دقیقه و ثانیه را این 337 تقسیم چند بکنیم؟ 60. دوستا به درجه تبدیل میشن. 20 تقسیم 3600 میشن. یه هم به دقیقه تبدیل شد. 20 ثانیه به دقیقه تبدیل شد و 37 دقیقه به درجه تبدیل شد. این هم به درجه تبدیل شد. کلش به درجه تبدیل شد. درست است دوستان؟ خب میره پاک میکنم. خب اگر تقسیم و ضرب بکنیم 49 اشاریه دوستا میشه 622 درجه میشه. این دوستا چی کردیم؟ درجه دقیقه و ثانیه را به درجه تبدیل کردیم. انشاءالله که سوال فهمیده باشین. فقط قیمتش وضع میکنیم. اینجا قیمتی 1 دقیقه مساوی به چند درجه بود؟ 1/6 درجه بود. این اگر ضرب کنیم 1 ضرب 37 میشه بر 60 میشه. خب اینجا 1 ثانیه مساوی به چند درجه میشد؟ 1/3600 درجه میشد. این قیمتاش وضع کنیم دوستان. یعنی ضرب تقسیم بکنیم چی میشه؟ جوابش 49.622 درجه میشه. خب میریم بالای سوال بعدی. سوال بعدی بر ما چی گفته؟ 531 گراد 36 دقیقه را به گراد دریابید. این دوستا از ما گراد خواسته. چی میکنیم دوستا؟ به گراد تبدیل میکنیم. 531 گراد خودش اینجا چی از جمع است دوستا؟ درست است؟ حالت جمع است. 36 ضرب 1 دقیقه 531 گراد جمع 36. دوستا 1 دقیقه ما مساوی به چند گراد میشه؟ 1/100 گراد میشه. 1/100 گراد میشه. این دوستا که تقسیم ضرب بکنیم چند میشه؟ 531 جمع. اگر تقسیم بکنیم چند میشه؟ 0.36. 531.36 گراد میشه. دوستا جواب سوال 531.36 گراد میشه. خب میریم سوال بعدی. سوال بعدی چی گفته بر ما؟ سوال بعدی 363 گراد کام 30 دقیقه و 32 ثانیه را به گراد دریابید. خب دوستا 363 گراد خودش هم میگیریم. اینجا جمع از دوستا 30 دقیقه 1 دقیقه مساوی به چند گراد میشد؟ 1/100 گراد میشد. این قیمتش رو وضع میکنیم دوستان. اینی هم جمع است. 32 ثانیه ما
32 ثانیه. 1 ثانیه ما مساوی به چند گراد گراد میشد دوستان؟ 10,000. درست است؟ 10,000 گراد میشد. 1 ثانیه مساوی به 1/10,000 گراد میشه. 1 دقیقه مساوی به 1/100 گراد میشه. 1 دقیقه مساوی به قیمتش فقط در جایش قیمتش وضع میکنیم. خب دوستا اگر اینا را جمعش کنیم چند میشه؟ فقط و فقط قیمتش میشه 3363 گراد اشاریه 303 گراد میشه. این دوستان این سوال جواب نهاییش است. خب دوستان انشاءالله درس را یاد گرفته باشین. همراه درس ما همراه باشید، لایک کنید و سابسکرایب کنید. انشاءالله همه درس ها را همراه شما، هندسه و مثلثات و ریاضیات همه بخش همراه شما شیر خواهیم کرد. و من الله توفیق.